برای بیشتر از 100 کودک دارای امکانیت‌های محدود در شهر باختر برنامه‌های تئاتری نمایش داده شد. اکثریت این کودکان باری اول برنامه‌های تئاتری را از نزدیک تماشا کردند. شیرینگل رحمانова نبیره‌اش سعیده را به تئاتر آورده است. این زن در برابر تماشا آگاه شد که کودکانی با نیازهای ویژه برابر حقوق با افراد سالم هستند. لباسای ما را به اینجا آوردن. خیلی چیزا را تماشا میکنن. یعنی حقوق کودک برابر همین مادرایی که کودکای معیوب دارند نشان میدن. همین ندارن. حسن و حسین برادران از ناحیه کوشانیان در برابر تماشای صحنه‌های مختلف صاحب عربچه شدند. اتحادیه اروپا و سازمان میسیه شرق در ولایت ختلان به 61 کودک دارای امکانیت محدود عربچه تقدیم کرده است. به کودکان دیگر 61 عربچه و به 100 نفر دیگر تحفه دادند. لایحه ما در 6 ناحیه ولایت ختلان اجرا می شود. با شریکان خود بیشتر به کودکان امکانیتشان محدود یاری می کنیم. این کودکان صاحب دانش و ملکه خوب هستند. این لایحه در برابر کمک مالی با والدانی که فرزندان معلول دارند همکاری میکند. هدف از این مطابق سازی کودکان معلول به جامعه و از بین بردن تبعیض نسبت آنها می باشد. رئیس معارفی ولایت ختلان میگوید 2293 نفر کودکانی از 7 تا 18 ساله با امکانیت‌های محدود را ثبت کردند.